اقسام شرک را بدانیم. چی را بفهمیم؟ اقسام شرک علما به دو دسته تقسیم کردن، یکی شرک اکبر است و یکی شرک اصغر. شرک اکبر انسان از دایره دین میکشه. یعنی شرک اکبر چی است؟ انسان بیخی از دایره دین اسلام چی میکنه؟ میکشش، کافر میشه، که ابو جهل و ابو لهب حشر میشه. و شرک اصغر چی است؟ شرک اصغر ای است که گناه کبیره هست، لکن چون از گناه کبیره هم که گناهش زیاد است، بازورش شرک اصغر میگن. انسان از دایره دین نمیکشه، لکن راه هست برای گناه به شرک اکبر، دروازه را باز میکنه. این حال شرک اکبر چی است؟ میگه گرفتن شریک با الله در ذات، صفات، افعال، عبادت و شریعت. در 5 چیز، در 5 چیز مخلوق که الله شریک کردن. در این 5 چیز کدام یکی است؟ اولش در ذات است، دومش صفات، سومش افعال، چهارمش در عبادت، پنجمش در شریعت. این باز هم تو میای در قواعد بعدی میای. خب این شرک ضد توحید است، چنانچه کفر ضد ایمان می باشه. این ضد توحید است، یعنی کسی که از یکی از را داشت، این باز موحد گفته نمیشه. شرک اصغر آن است که وسیله برای شرک اکبر می شود و یا وسیله برای واقع شدن به آن می گردد، و یا این که در آیات قرآنی و احادیث نبوی به آن شرک گفته شده ولی به اندازه شرک اکبر نرسیده باشه. بعضی چیزها هست که چی کرده؟ او را شرک گفته شده، اما او انسان از دایره دین نمیکشه، بازو را شرک چی میگن؟ شرک اصغر ورته وایي، شرک اصغر.